در دل جنگلی جادویی توتی گودزیلا از دل آسمان سقوط می کند و حیوانات جنگل ابتدا با ترس سپس با کنجکاوی به او نزدیک می شوند. روباه پیر با داستانهایی از گذشته اعتماد را میان توتی و گروه حیوانات شکل می دهد. اما مه نقره‌ای از کوه سیاه خبر از خطری پنهان می دهد. گرگ نقره‌ای نماد سایه‌های گذشته واضح می گردد. در فصل دوم گروه قهرمانان کوچک شامل روباه، خرگوش، سنجاب و گوزن جوان با راهنمایی توتی سفری را آغاز می کنند تا سنگ یادآوری را بیابند. در تونل ریشه ها اعتمادشان عمیق‌تر می شود. با رسیدن به دره پژواک سنگ یادآوری گذشته را روشن می کند و نبردی بزرگ میان نور و عصای شکل می گیرد. در نهایت گرگ نقره‌ای در نور حقیقت فرو می پاشد و تعادل به جنگل باز می گردد. اما روباه پیر در پایان می گوید پشت کوه سیاه هنوز چیزهایی هست که بیدار نشدند غیره